دهها ادیبی که نخواستند به دستگاه تبلیغاتی حکومت کریمов تبدیل شوند از عضویت اتفاق نویسندگان ازبکستان خارج شدند. شورای کارشناسان اتفاق ادیبان ازبکستان با یک قرارش یک باره 26 تن از شاعران و نویسندگان شناخته ازبک را به دلیل اینکه به گفتش کامیابی‌های بزرگی دوران استقلال کشور را ترنم نکردند از عضویت این سازمان ایجادی خارج کرده است. در این قرار از جمله گفته می شود که بازبینی صفتی هیئت اعضای اتفاق ادیبان در پرتو پیام ریاست جمهوری ازبکستان اسلام کریمov با نام توجه به ادبیات، توجه به معنویت و آینده انجام شده است. این چی قرار است و به کی مربوط شد؟ سوال های است به شارح رادیوی آزادلیگ بخش ازبکی رادیوی آزادی سیراج الدین اسلام. سیراج الدین سلام، این قرار عجیب به فکر شما چی معنا دارد؟ یعنی حکومت ازبکستان خصوصا رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریمov کوشش میکند که مردم کشور خصوصا نویسنده ها، ادیبان، شاعران موافق سیاست داخلی و بیرونی حکومت ازبکستان کار برند و موافق عنعنه‌ها، رسوم و عادت‌های مردم ازبک اثرهای خودشان بنویسند و آنهایی که بیرون از این سیاست کار میبرند البته نمیتونن عضو دائمی اتفاق ادیبان ازبکستان باشند. در میان به اصطلاح قربانی های این قرار کدام نویسنده ها و شاعران ذکر می شوند و آیا واکنش آنها به این قرار چی بوده است؟ خب طبق اسنادی که به دست ما رسید 26 نفر از کارمندان اتفاق ادیبان ازبکستان از این اتفاق بیرون کرده شده است. بین آنها البته شاعرها و نویسنده های بزرگ ازبک هستند، از جمله محمد صالح یا خورشید دوران یا یادگار و یا با سلامت وفایی که با رمان های معروف خودش سالها اخیر بین مردم ازبکستان شهرت پیدا کرده است. تشکر. سیراج الدین اسلام، شارح رادیوی آزادلیگ بخش ازبکی رادیوی آزادی بود.